سلام دوستان گرامی، به چنل لندمانی چنل خودتون خوش اومدید. در این ویدیو قراره برای شما یک ربات تلگرامی جدید برای کسب درآمد دلاری رو معرفی بکنم که با کاشت میوه، انجام تسکار فارگیری و با چند تا کار ساده هم میتونید درآمد خودتون رو بیشتر کنید و از این ربات به تون کوین برداشت بزنید. قبل از اینکه بریم سراغ این ربات، لطفاً وقت چنل ما مشترک بشید و زنگوله کنارش هم فعال کنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر بشید و اینکه ویدیو لایک کنید و نظرتون رو برای ما کامنت. بریم سراغ ادامه ویدیو. این هم از رباتی که دوستان میخوام برای شما معرفی بکنم و لینک این ربات رو مثل همیشه داخل کامنت اول پین میکنم که از اون قسمت به این ربات دسترسی پیدا کنید. وقتی وارد دوستان بازی میشید برای شما توضیحاتی رو میده که چجوری بیاین و میوه بکارید و این قسمت بالا به چه درد میخوره و همه برای شما توضیح میده. من به صورت کلی توضیح برای شما رو میدم. در این قسمت وقتی وارد بازی میشید به شما میگه که میتونید با کشت این میوه ها بیان و کسب درآمد داشته باشید و برای شروع هم برای ما میاد و درخت میوه سیب رو میده که روی این قسمت که بزنید برای ما کشته میشه. همتون این ستا رو کاش کنید و این زمین های دیگه هم دوستان ما لولمون بالا بره که از این قسمت وقتی میوه ها رو برداشت کنیم لول ما هم بالاتر میره و همتون ازشون درآمد کسب کنید. در این قسمت دوستان یه جای آب داره که شما میتونید روی قسمت آب که بزنید، روی قسمت گیاه که بزنید میاد و این سرعتش افزایش پیدا میکنه 1 ساعت و 1 ساعت زودتر برای شما میوه به ثمر میرسه که روی قسمت آب که کلیک کنید روی قسمت میوه میزنید و بعد این میاد و 1 ساعتش کم میشه و بعد برای شما 1 ساعت زودتر میوه رو تولید میکنه. و دوستان این پایینش هم دوستان حکم این برگا حکم کود رو دارن که وقتی روش بزنید و روی این گیاهتون بزنید میاد و 25% ساعتش رو افزایش میده و سریعتر میوه برای شما به ثمر میرسه. این از قسمت میوه. این قسمت هم دوستان تابلو هستش که قیمت ها میوه ها رو برای ما نوشته برای فروش. این قسمت هم یه ماموریت روزانه داره و اینا هم که دریافت کنید لول شما هم بالاتر میره، هم لول شما هستش که لول 1 هستش. این از این قسمتش. قسمت بعدی دوستان، در این قسمت شما میتونید بیاین و دونه ها رو بخرید از این قسمت و در قسمت بعد هم میتونید بیاین و میوه خودتون رو بفروشید. در قسمت آخر هم قسمت تاریخچه شما هستش که چی رو فروختید و چی رو خریدید. بریم قسمت بعدی، قسمت انجام تسکا هستش. در این قسمت شما روی این قسمت که بزنید میاد و به شما کود میده، 10 تا سکه میده و یک قطره آب که میتونید روزانه بیاید و 20 تا تبلیغ ببینید و از این قسمت هم بتونید کسب درآمد داشته باشید. روی قسمت سبز رنگ میزنید، تبلیغ برای ما بالا میاره. وقتی دوستان تبلیغ رو ببینید خودکار به موجودی شما اضافه میشه. قسمت پایین هم شما میتونید با استارت کردن ربات ها، اوش دادن در کانال های تلگرام و کلی تسک دیگه بیان اینا رو انجام بدید و از این قسمت سکه دریافت بکنید. قسمت بعد قسمت فارگیری هست که شما میتونید با فارگیری بیان و از این قسمت هم کسب درآمد داشته باشید. از فروش میوه ها 10% و از بقیه هم 20% میتونید درآمد داشته باشید. و لینک اینجا رو کپی کنید و به اشتراک میذارید و با فارگیری هم میتونید کسب درآمد داشته باشید. و این قسمت آخر دوستان، قسمت آخر قسمت تبدیل این سکه به تون کوین هستش و برداشتش. قبلش هم در قسمت پایین دوستان اومده و برای شما یه جای کد قرار داده که در وقتی ربات رو استارت کنید اون خط بالا میزنید، باز کردن ربات میزنید. در این قسمت کانالش رو برای ما در این قسمت قرار داده. روی قسمت کانالش که بزنم در این قسمت من یه سری کد ها رو قرار میده که یه سری جوایز رو به ما میدن. میتونید کد ها رو از این قسمت کپی کنید و در این قسمت وارد بکنید و از اون جوایز بهره ببرید. این از این قسمت یه آمار کلی هم دوستان در مورد فعالیت شما در قسمت نشون میده. روی این قسمت وسطی که بزنید در این قسمت 2 تا بخش داره. یکی میتونید کوین های خودتون تبدیل به تون کوین کنید و یکی تون کوین های خودتون رو تبدیل به کوین کنید. در این قسمت گفته برای تبدیل حداقل باید 1000 تا از این کوین ها رو داشته باشیم و نوشته هر 130 تا از این کوین میشه 1000 تون کوین که در این قسمت وقتی به 1000 تا رسید روی قسمت تبدیل میزنید و تبدیل میشه به تون کوین.
بریم قسمت برداشت. قسمت برداشت هم دوستان حداقل مبلغ برداشت 1 تن کوین هستش که در این قسمت میتونید آدرس خودتون هم متصل بکنید. در این قسمت که بزنید هر کی خواسته باشید رو میتونید متصل بکنید که بهتر از تونکر پیر استفاده بکنید. روی قسمت که بزنید خودکار متصل میشه. اینم از این قسمتش و روی قسمت برداشت کلیک میکنید. این قسمتش هم دوستان واریز هستش. اینم قیمت واریزش 0.1 تن کوین هستش. اگر سوال یا مشکلی هم داشتید حتما داخل کامنت ها بنویسید، اونها پاسخ خواهم داد. خب دوستان گرامی، مثل همیشه پایان ویدیو رسیدیم. امیدوارم این دیدار شما مفید بوده باشه و به برداشت هم سر بزنید. شب خوش، خدا نگهدار.